از یکی از بزرگان سوال کردن، مفتی بود، عالم بود، خب بالاخره ما هم باید سوال کنیم مسائل خودمونو. گفتم پدر و مادر و یه وقتایی مخالفن که ما مثلا تشکیل بشیم، 100% پاشون تو یکی کفش کردن پدر و مادر، شما حق ندارید تشکیل بشید. خب ما بشیم یا نشیم؟ ایشون اهل فتوا بود. خب آدم باید مسائلش رو از علما سوال کنه. حتی صحابه جهاد میخواستن برن، میرفتن از رسول الله سوال میکردن بریم یا نریم. حالا همینطور نبود از رو هوا، رو هوس، رو میل و خواسته خودشون چون هوس کردن حالا بریم جهاد. حتی جهادی که از روی هوا و هوس باشه وسیله قرب به الله تعالی نمیشه. گاهی وقتا حتی حضرت رسول اکرم بنا به شرایط و حالات اونها یا بنا به شرایط و حالات جهاد، که جهاد فرض این نشده بود، فرض کفایی بود، یه عده میرفتن کفایت میکرد، بقیه دیگه لازم نبود برن، یا شرایط خاصی که فرد داشت، حتی رسول اکرم اونا رو منع میکرد، میگه شما نباید برید، پدر و مادر پیری داری، کس دیگه هم نیست خدمتشو بکنه، برای شما فرض الان خدمت پدر و مادر، برو اونجا خدمت. یه وقتایی هم بود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای اینکه یه فرد جهاد نرفته توبیخش میکرد، چرا نرفتی؟ اون از این عذرای لنگ و عذرای الکی می آورد، اما حضرت رسول اکرم تاکید میکرد شما باید میرفتی. به هر حال شرایطه، باید انسان سوال کنه. از این بزرگ سوال کردن مفتی، فقیه، عالم، که گاهی پدر و مادر ما رو نمیذارن ما بریم تشکیل بشیم، چیه اینجا؟ اطاعت پدر و مادر هم فرضه. ایشون جواب قشنگی دادن، فرمودن که اطاعت پدر و مادر در امور مباح فرضه، امور مباح. حتی میگن اگر پدر و مادر به بچهشون میخوان یه کاری بگن که مباحه، دستوری نگن، مشورتی بگن. چون اگر دستوری بگن برو در ببند، بچه نبنده گناه کبیره کرده. بچه برو نون بگیر، نگیره، گناه کبیره کرده، حکم پدر و مادر شکسته. بهتر اینه که دستوری نگیم، مشورتی بگیم. یعنی چی؟ اگه در رو ببندی بهتر نیست؟ هوا سرد نیست؟ اینطوری که اگه بالفرضم بچه حالا به هر ترتیبی نکرد این کار رو، تو اون گناه کبیره داخل نشی. علما میگن. به هر حال گفت اگر پدر و مادر دستور دادن نباید بری، پاشونم توی یک کفش کردن که نباید بریم، ما باید چی کار کنیم؟ ایشون فرمودن که ببین، چون گاهی وقتا ما نماز نافله میخونیم، پدر و مادر ما رو صدا میکنند و ما اگر بدونیم پدر و مادر نیاز به خدمت ما دارن، حالا یه وقتی هست من میدونم که اگه پدر و مادر بفهمم من تو نمازم منو صدا نمیکنن، خب اونجا نماز فرض رو باید ادامه بدی. ولی اگر تو نفلم بودی پدر و مادر صدات کردن نفل رو بشکن، جوابشونو بده. فرض رو هم اگر اونا نیاز مبرم به خدمت فلفور داشتن و تو فرض بودی، تو نماز فرض بودی، میدونی نیاز مبرم و فلفور به تو دارن، فرض رو هم بشکن، برو اول جواب اونا رو بده، بعد بیاد نماز دوباره بخون. ولی ما اینا رو رعایت نمی کنیم، ما همون ترتیب خودمونو میریم، فکرم میکنیم دین داریم. به هر حال پدر و مادر نمیذارن مثلا ما تو راههای خیر خوب بریم، طلبه بشیم، جماعت تبلیغ بریم، اجازه نمیدن. چیکار کنیم؟ ایشون جواب خوبی دادن، گفتن ببین، اگر اولا اینکه پدر و مادر اگر نیاز مبرم به خدمت تو دارند که بدون تو زندگی اونها و راحت اونها لنگ میشه و کسی دیگر هم نیست که بر اونها خدمت بکنه، اینجا اولویت تو خدمت پدر و مادره. اویس قرنی به خاطر خدمت مادر خودشو از دیدار رسول الله محروم کرد. تو زمان رسول الله بود، به دیدن رسول الله نرفت تا خدمت مادر بکنه. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عمر گفت ای عمر، اگر اویس رو دیدی از او درخواست دعا برای امتم بکن. با خدمت مادر به این مقام رسید. به هر حال این بزرگ گفت ببین، اگر نیاز مبرم به خدمت تو دارند،
تا جایی که اگر تو نباشی تو راحت اونها و تو زندگی عادی اونها خلل وارد میشه و کسی دیگه هم نیست که خدمت بکنه. اینجا برای تو اولویت خدمت پدر و مادر. اما اگر پدر و مادر نیاز مبرم به خدمت تو فی الحال و فی الفور ندارن، اما بنا به ضعف دینی و بنا به ضعف فکر آخرت تو رو میخوان از راه خیر منع کنن، اینجا اطاعت لازم نیست. نشانش چیه؟ ما از کجا بفهمیم پدر و مادر این رو از روی ضعف های دینی میگن، از روی کمبود فکر آخرت میگن یا نه؟ نشانش اینه که اگه پدر و مادر بگی من برم بندر عباس برج 50 میلیون به من میدن ولی 1 سال نباید شما رو ببینم، چی میگن؟ پیاده برو، سینه خیز برو، ولی برو. خب شما چی میشید؟ نه اشکال نداره، ما اینجا هستیم. خب چطور شد تو که تا الان نمیخواستی منو برای یه کار خیر، یه کار خوب جلومو میگرفتی، 100 تا مانع میتراشیدی، حالا برای یه 50 میلیون حقوقی که یه شهر میدن 1 سالم نباید بیام اینطور آماده؟ این نشان ضعف دینیشونه، نشان اینه که فکر آخرت توشون کمه. اینجا اطاعت لازم نیست. اما اطاعت لازم نیست یک بخش قضیه است، یک بخش دیگه اینه که طوری بری که دلشکنیشون هم نکنی، بیادبیشون هم نکنی، باشون جر و بحث هم نکنی، باعث تکدر و خاطرشون هم نشی، اما اطاعت هم نکن. برو کارتو بکن برگرد بیا همون تشکیلتو بشو. اگه بنا به این علتا جلوتو میگیرن، بعد که اومدی بگه چرا رفتی، بگه خطا کردم، اشتباه کردم، الانم گردنم از مو باریکتر، هر کار میخوای بکنی بکن. این نه اینکه بشینید من از مولوی سوال کردم، در فتاوای فلان آمده، در مقابل امر الله امر تو دیگه هیچ. یا الله چه خبره؟ گفتن اینجا اطاعت لازم نیست، اما این معناش نیست که دلشو بشکنی، شخصیتشو خرد کنی، خودتو از دعاهای و محروم بکنی. نه اینم نیست. از اون طرف اینم رعایت کن. باز هم دست پایین بگیر جلوشون. چرا رفتی؟ ببخشید، نباید میرفتی، اشتباه کردی، راست میگی، هرچی شما بگید. الانم گردن و از مو باریکتر، هر کار دوست دارید بکن. خب چیکار میکنه اینجا پدر و مادر؟ میبخشه دیگه، مادره پدره.